سلام، به فیلم پال خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ یکی از وحشتناکترین فیلم های آسیایی. فیلم غم و اندوه محصول سال 2021. حتما قبل از شروع اگه به فیلم های ترسناک علاقه دارین سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا فیلم های بعدی رو از دست ندین. داستان از یه صبح معمولی شروع میشه. یه پسر و دختر جوان به اسم جیم و کت با هم زندگی میکنن. همه چیز عادیه، فقط یه ویروس به اسم آلوین پخش شده که مردم میگن زیاد خطرناک نیست، مثل سرماخوردگیه، زود هم خوب میشی. اما همون اول میفهمیم که نه، این یکی اصلا شبیه بقیه ویروس ها نیست. وقتی جیم از خونه بیرون میره یه صحنه عجیب میبینه. یه پیرزن با چشمای سیاه و نگاه خالی داره و با لبخند به مردم نگاه میکنه. بعد یهو حمله میکنه. با یه لذت وحشیانه‌ای آدم‌ها رو تکه تکه میکنه. اینجاست که تازه میفهمیم این ویروس مردم رو نمیکشه، فقط اون بخش تاریک درونشون رو آزاد میکنه. اونا هنوز هوشیارن، حرف میزنن، ولی پر از میل به خشونت و شکنجه‌ان. جیم سراسیمه میدوه سمت خونه تا کت رو نجات بده، ولی ارتباطشون قطع میشه و حالا هر کدوم باید تنها از این جهنم زنده بیرون بیان. از اینجا به بعد فیلم دو مسیر موازی رو دنبال میکنه. یه طرف کت که سوار مترو میشه تا از شهر فرار کنه و طرف دیگه جیم که با دوچرخه دنبالشه. در مترو یکی از وحشتناکترین صحنه‌های فیلم اتفاق میفته. یه مرد آلوده وسط قطار وایساده، آروم آروم نگاه میکنه، بعد یهو به همه حمله میکنه. آدم‌ها جیغ میکشن، خون همه جا پخش میشه. کسی نمیدونه باید فرار کنه یا پنهون شه. کت با ترس خودش رو به آخر واگن میرسونه و از اونجا به کمک یه زن دیگه فرار میکنن. ولی حتی بیرون از مترو هم اوضاع بهتر نیست. شهر کاملا سقوط کرده، مردم به جون هم افتادن. جیم در مسیر خودش از چند صحنه وحشتناک رد میشه. یه پمپ بنزین پر از جنازه، خیابون‌هایی که پر از آدم‌های خندان و دیوونه است. اون هنوز امید داره بتونه کت رو پیدا کنه، اما هر جا میره یه چیزی درونش میلرزه. انگار خودش هم داره تغییر میکنه. کت به یه بیمارستان پناه میبره. اونجا چند نفر هنوز زنده‌ان و پنهون شدن، از جمله یه دکتر که میگه داره روی واکسن کار میکنه، اما طولی نمیکشه که متوجه میشیم اون دکتر هم نیت خوبی نداره. میخواد از کت به عنوان نمونه استفاده کنه تا بفهمه چرا بعضیا دیرتر آلوده میشن. کت با ترس فرار میکنه، ولی همه چیز اطرافش در حال فروپاشیه. در همین زمان جیم بالاخره رد کت رو پیدا میکنه، اما حالا اونم آلوده شده، فقط هنوز خودش نمیدونه. چشماش گاهی سیاه میشن، لبخند بی دلیل میزنه و تو ذهنش صداهایی رو میشنوه. به بیمارستان میرسه بین انبوه جنازه ها و دیوونه ها و بالاخره کت رو میبینه. اما این لحظه نه یه دیدار عاشقانه است نه نجات بخش. اون دوتا به هم نگاه میکنن. کت میفهمه جیم آلوده شده و جیم هم لبخند میزنه، یه لبخند عجیب و غم انگیز. تو اون چند ثانیه آخر معلوم نیست جیم هنوز خودش هست یا هیولا شده. دوربین روی چشمای کت زوم میکنه، صدای خنده جیم میاد و پرده سیاه میشه. اینم از خلاصه فیلم کامل غم و اندوه، یه تجربه وحشی، بی‌رحم ولی فراموش نشدنی. اگه از این سبک داستان‌های ترسناک و آخرالزمانی خوشت میاد، سابسکرایب یادت نره. مرسی که همراه بودی.